از خون جوانان وطن لاله وطن لاله وطن لاله دمیده از ماتم شان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سر با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم از برنامه گلگشت تلویزیون جهانی ایران فردا. امروز بعد از مقدمه کوتاه میرویم به دیدار آقای دکتر منصور فرهنگ در نیویورک و می نشینیم پای صحبت‌های ایشون. تا امروز که پنجشنبه هست در واقع وقایع عجیبی اتفاق افتاده و غیر قابل تصور که تا حتی 10 روز پیش تصورش نمی‌رفت. سقوط رژیم بشار اسد که او و پدرش حافظ الاسد در طی 52 سال بزرگترین جنایت ها رو مرتکب شدن در زندان ها و سیاهچال هایی که الان بعد از آزادی کنونی سوریه رفتن و این سیاهچال ها رو دارن به ما نشون میدن. داشتن کوره آدم سوزی، پرس برای اینکه این جنازه ها رو پرس بکنن، فشرده بکنن که جا کمتر بگیره.
و از آن سو ثروت‌اندوزی بشار اسد، کلکسیون اتومبیل‌های گران قیمتی که داشته و فعلا گذاشته و فرار کرده و رفته به روسیه، به مسکو، خودش و همسرش و افراد خانواده‌اش، حیرت انگیزه. چندین میلیارد پولی رو که جمهوری اسلامی در طی این سالیان ریخته به پای نیروهای نیابتیش و از همه مهمتر پول نفتی رو که نگرفته و نفت مجانی رو که در اختیار سوریه گذاشته و بشار اسد گذاشته و کمک های نقدی رو که کرده، میبینیم که پول ملت ایران، ثروت ملت ایران به کجاها رفته و یکی از اون جاهایی که میلیاردها دلار اونجا رفته در طی این سالیان، الان داره معلوم میشه که به چه مصارفی رسیده. این داستان دیکتاتورها و کسانی که فکر میکنن که آسیب ناپذیرن تا آخرین لحظه، مثل اینکه درس عبرتی نمیشه برای دیگر دیکتاتورها. سرنوشت صدام، سرنوشت قذافی و سرنوشت حزب الله، حسن نصرالله، اینا مثل اینکه هیچ کدوم درس نمیشه برای این دیکتاتورها. در سخنرانی رو که رهبر عالی قدر ایراد فرمودند، نشون میده که او به کلی توی دنیای دیگه ایه و تصور شکست، تصور این که بگه اشتباه کرده، تصور این که بگه شکست خوردیم وجود نداره. در سراسر این سخنرانی جز یک مشت خزعبلات و دروغ‌های شاخدار که البته به ذنب بسیاری تحلیلگران او واقعا باورش هست روی حرفایی رو که داره میزنه. امروز ما شاهد یک تحول عجیب هستیم در روسیه، معلوم نیست به کجا میره. این آقای جولانی که آمده و رهبری این حمله رو به عهده گرفته، صحبت‌هایی کرده که صحبت‌هاش برخلاف سوابقی رو که داشته و اینکه امریکا و کشورهای اروپایی برای سر او جایزه تعیین کرده بودن، داره با یک به اصطلاح صحبت جدیدی میاد جلو که باید دید تا کجا میشه باور کرد حرفای او رو. بدیهی است که آنچه که داره میگذره و تمام رسانه‌های بین المللی دنیا الان نظرشون رفته به سوی جمهوری اسلامی و سرنوشت علی خامنه ای. باید دید که کار به کجا می انجامه و باید دید که آیا این صحبت‌هایی رو که جولانی کرده در عمل هم بهش اقدام خواهد کرد، عملا هم خواهیم دید یا نه. و بعد واقعا با توجه به ریزش هایی که در درون نظام جمهوری اسلامی دیده میشه و به گفته بسیاری از تحلیلگران بین المللی و امریکایی و اروپایی، جمهوری اسلامی و خامنه ای هرگز در طی این سالیان تا این حد در نقطه ضعف نبوده و شکننده نبوده. صحبت‌هایی که امروز دونالد ترامپ کرد که فرق داشت با صحبت‌های قبلیش، به هنگام زدن زنگ آغاز
فعالیت‌های بازار سهام امریکا در وال استریت، اینها تمام یک به اصطلاح محتوایی داره که قابل تعمقه و باید دید طی روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده ما به کجا می رویم و جمهوری اسلامی کجای کار خواهد بود. من وقت برنامه رو بیشتر از این نمیگیرم. سلام میکنم خدمت مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر منصور فرهنگ و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هست. خیلی متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. دکتر فرهنگ، واقعا تا همین 10 روز پیش، شاید 2 هفته پیش، من و شما صحبت میکردیم در این برنامه و برنامه دیگری که من دارم. هرگز این تصور میرفت که یک باره این کاخ عظیم کشدار بشارالاسد فرو بریزه و مثل یک خانه کاغذی باد هوا بشه و از بین بره. این هم یک به صدا واقعی بود که در سراسر تاریخ وقایع شگفتی غیر قابل انتظار و حتی غیر قابل تصور به وجود میاد. حتی انقلاب ایران یکی از اونها بود و دقیقاً در اینجا هم هیچ کس انتظارش نداشت. نه تنها به تجزیه تحلیل و به صدا کسانی که از نظر تاریخی این مسائل رو مطالعه میکنن، حتی فعالین که درون کشورها و در این زندان‌ها هستن، چنین امیدی یا آرزویی نداشتن. ولی این اتفاق افتاده و امروز خیلی جالبه که بسیاری از روشنفکرانی که در سوریه راجع به این مسائل هستن هم از یک طرف شاد و خرسندن که یک رژیم فاشیستی نابود شده، از یک طرفی هم سخت نگرانن که بدیل چیه. و دقیقاً ما همین احساس رو در میان تحلیلگران بین المللی هم میبینیم. درسی رو که ما باید به اصطلاح خصوصا از این پدیده بگیریم اینه که این همونطور که شما داشتین توضیح میدادین، ادعاهایی که بشار اسد میکرد مثل سخنرانی دیروز علی خامنه‌ای، اینها رو فقط در چارچوب گرفتاری های روانپریشی رهبرانی میشه فهمید که با واقعیات بیگانه شدن. یعنی مطلق اندیشی و قدرت مطلق اونها رو در واقع نوعی بیماری به اونها داده. سایکوپاتولوژی و روانشناسان و روانکاوان راجع به این مسئله مطالعات وسیعی کردن و دقیقاً اینا نمونه هاشن. صدام حسین بود، قذافی بود، حافظ اسد بود، بشار اسد بود، خمینی بود، خامنه‌ای بود. اینها بیماری اینه که به این اباطیل و اوهام و خرافات احمقانه‌ای که میگن میتونن باور داشته باشن. یعنی نوع به گرفتار بیماری باشن که باور داشته باشن. و دقیقاً صحبت‌های دیروز خامنه‌ای هم توی این خط بود. این که در سراسر تاریخ وقتی به گذشته این مستبدین مطلق اندیش فکر میکنیم، اینه که اینا هرگز اشتباه نکردن. هرگز و هرگز به طور کلی و هر اتفاقی هم که در جامعه میفته که برخلاف خواست و یه مواضع اونهاست، این توطئه بیگانه بوده. و همین عین دقیقاً خامنه‌ای صحبت این رو دیروز میکرد که اتفاقی که در سوریه افتاده زیر سر آمریکا و اسرائیل و ترکیه بوده. یعنی این دنبال متهم گشتن و به مسئولیت رو به دیگر دادن یکی از ویژگی های بیماری روانپریشی هست که در فرهنگ خاورمیانه، فرهنگ سیاست خاورمیانه عجیب جا افتاده و این یه واقعه. اون چیزی که ما باید واقعا ازش عبرت بگیریم اینه که در ایران امروز، در سوریه و یا در مبارزاتی که کشورهای دیگه در منطقه خاورمیانه، گرفتاری مردم اینه که هنوز این اسلامگرایان، یعنی این امت سازان،
اینها وقتی به قدرت برسن. خوشبختانه در ایران اون نگرانی از بین رفته. اونها سر کارن و فساد و واقعیت ضد انسانی خودشون در این 45 سال نشون، ولی با وجود این اختلافات و اکراه و در احترام به تنوع بینش و تنوع مواضع سیاسی هنوز متاسفانه جا نیفتاده. اینه که واقعا ما از این فاجعه نه تنها تجزیه بفهمیم که در این کشور چه اتفاق افتاده، بلکه بتونیم عبرت بگیریم، بتونیم از این درسی که اتفاقی که در اونجا افتاده برای آینده خودمون درسی بیاموزیم. دکتر فرهنگ، در آغاز برنامه ما یک کلیپی منتشر کردیم از خانم پرستو احمدی که در یک کاروانسرا بدون حجاب یک برنامه اجرا کرده که بی‌نظیر بوده و واقعاً بازتابش در تمام رسانه‌های بین‌المللی فارسی زبان بی‌نظیر بوده، بی سابقه است. فکر نمی کنید که علی‌رغم تمام سرکوب هایی رو که جمهوری اسلامی انجام داده، بگیر و ببندها، کور کردنها، تجاوزها، در مقابل زنان ما و در مقابل جوانانی که برخلاف اون چی که ما انجام دادیم و اشتباه کردیم، این اشتباه رو مرتکب نمیشن و با نهایت آگاهی دارن مبارزه میکنن و فکر نمی کنید کاری مثل کار پرستو احمدی تن علی خامنه ای رو به لرزه در میاره؟ نهضت زنان ایران در تاریخ اسلام بی سابقه است، بدون چون و چرا، از نظر محتوی، از نظر ارزشی و از نظر مبارزاتی که زنان ایران در این 1-2 سال در داخل کشور به اصطلاح پیگیری کردند. این به طور کلی اتفاقی که در ایران افتاده که یک مقدارش مربوط به تحولات دنیا بوده و یه مقدارش هم در همونطور که شما توضیح دادیم مربوط به اشتباهاتی که نسل‌های دوره انقلاب کرده. امروز حدود 70% از جمعیت 90 میلیونی ایران زیر 50 سالن، یعنی کودک بودن یا متولد نشده بودن در دوران انقلاب. دو اتفاق بسیار مهم در ایران افتاده و در سراسر در ایران هر دو اتفاق و در دنیا یکی از اونها جهانیه و اون این که این بینش‌های کمونیستی که حالا چه حزب توده بود، چه چریک‌های فدایی خلق بود، چه گروه مائویستا بودن، چه تروتسکیستا بودن که در مملکت ما بودن و اینا اگرچه به اصطلاح معرف بخش‌های قابل توجهی از جامعه ایران نبودن ولی متشکل بودن و تعهد داشتن و صمیمانه دنبال اعتقادات خودشون بودن و اینها مطلق اندیش بودن و کی فکر می‌کردن که اونها پاسخ همه سوال‌ها و چالش‌هایی که در برابر ایران قرار دارن و هرگز حاضر نبودن که با گروه‌هایی یعنی کثرت اندیشه و کثرت تحلیل رو تحت هیچ عنوانی نمی‌پذیرفتن. از همه اونها بدتر حزب توده بود و حزب توده بدون چون و چرا تأثیر داشت در وقایع ایران. یکی به اصطلاح این بود و دیگری جنگ سرد بود که ارتباط به این داشت، یعنی دنیا تقسیم شده بود به جنگ سرد که یه عده به اصطلاح فکر می‌کردن در این دنیا بین آمریکا و اتحادیه اروپا و شوروی و چین و غیر ذالک بعد مواضع و این به هیچ وجه محدود به ایران نبود. این جنگ سرد نوعی دوگانگی، نوعی دوئیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده بود که من با اون خیلی ایرانی‌ها باهاش خیلی خوب آشنا بودن و در اون زمان واقعه دیگه‌ای که پیش اومده بود ایدئولوژی شدن اسلام بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی که مطلق اندیشی ایجاد کرده بود، حالا خمینی ها بودن، آخوندها بودن، شریعتی ها بودن، همه به طور کلی اسلام ایدئولوژی شده بود که برای بخش‌های قابل توجهی از مردم ایران و خصوصا جوانان جذابیت داشت. مثلا من براتون مثال بزنم که تا سال 1970 حدود 70 در آمریکا شما انجمن‌های اسلامی نمی‌دیدید.
یک مرتبه در اون دهه 70 انجمنهای اسلامی در اروپا و آمریکا گسترش پیدا کردند، برای اینکه فرزندان اون بخشایی از جامعه بازاری و سنتی تجاری در ایران که ثروتمند شده بودند فرزندان خودشون رو به خارج میفرستن و اینا اعتقادات شریعتی ها، بازرگان ها، بنی صدر ها، سروش ها و غیر ذالک، اینها سخنگویان این بخش از جامعه. اون هم در ایران تنها کشوری است در دنیا که این ورشکستگی اون ایدئولوژی و ضد انسانی بودن اون ایدئولوژی رو ثابت کرده این رژیم. نه به این معنا که نیت اون افراد این بود، به هیچ وجه. علی‌رغم نیت شریعتی ها و بنی صدر ها و بازرگان ها و بسیاری از متفکرین دیگه، علی‌رغم نیتش، نتیجه کار اونها خمینی ها و خلخالی ها و خامنه‌ای ها بودن. این هم از بین رفته. بنابراین این دو ایدئولوژی مطلق اندیش، یکی چپ یکی راست، اینا هر دو در ایران مردن. بنابراین این دو نسلی که سه نسلی که در ایران امروز دارن مبارزه میکنن خیلی واقع بین‌ترن و بالاتر از همه چی ما خیلی برای ما نسل ما خیلی روشنه که در گذشته وقتی ما راجع به مسائل سیاسی صحبت میکردیم مسائل تاریخی برامون مطرح نبود، ایدئولوژی ها مطرح بودن. ولی امروز چه توجهی به تاریخ ایران در داخل کشور داره میشه. یعنی که من خیلی امیدوارم که این نسل‌های جدید با این تحولی که در داخل، یعنی از این فاجعه‌ای که، از این تراژدی که ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فاشیستی در ایران بار آورده، درسایی که از اون میگیرن و همینطور پایان جنگ سرد در دنیا و از بین رفتن مطلق اندیشی های تاریخی. این ما اشتباهاتی که در دوران ما انجام شد مربوط به این دو پدیده بود که واقعا این دو پدیده جنبه بین المللی داشتن و دوری از اونها برای کسانی که مبارزه میکردن و زندگی میکردن کار ساده ای نبود. امروز برای نسل‌های جدید ایران این دو پدیده وحشتناک از بین رفتن و استقلال فکر، توجه به بومیت، توجه به تاریخ کشور، توجه به واقع بینی و توجه به حقوق زنان و برابری انسان ها علی‌رغم اینکه چه مذهبی دارن یا ندارن، اینها بی نهایت مهم شده. اینه که ما باید درس بگیریم. واقعا اتفاقی که در مصر افتاد، اتفاقی که در افغانستان و عراق و لیبی و اینا افتاد، دقیقاً اونها این گرفتاری هایی داشتن که بزنین این مثال بزنم که به نظر من میتونه بیانگر واقعیاتی باشه که ما باید ازش عبرت بگیریم. مصر موقعی که بر ضد استبداد، بر ضد دولت به اصطلاح نظامی مبارزه میکردن، نیروهای مترقی زنان و مردان بسیار قوی بودن، موقعی که میدونستن چی نمیخوان. ولی همین که موفق شدن و حسنی مبارک رو خلق کردن، یک مرتبه یک انتخابات که در اونجا پیش اومد، یادمه که اینا 12 تا کاندید داشتن و وقت و انرژی بسیاری از این کاندیداها صرف بی اعتبار کردن همدیگه به کار میرفت، در حالی که اخوان المسلمین چون مطلق اندیش بودن، اونا با حدود 25% رأی که اول داشتن تونستن بقیه رو شکست. بنابراین کامپرومایز کردن، کنار اومدن و دور شدن از مطلق اندیشی و احترام به کثرت اندیشه و تحلیل ارزش هایی است که میتونه زمینه دموکراسی رو آماده بکنه. و امید مردم امروز در سوریه اینه که اینها از اشتباهاتی که در ایران و مصر و عراق و لیبی و غیر ذالک انجام شد عبرت بگیرن و بتونن به هم کنار بیان که در اونجا در یک کشور عربی برای اولین بار در تاریخ یک نهضت دموکراتیک و یک حکومت دموکراتیک ایجاد بکنن. ممنونم. دکتر فرهنگ، مبارزاتی رو که بعد از این جنبش زن، زندگی، آزادی شاهدش بودیم در ایران و رژیم به نظر خودش اون رو سرکوب کرده و مدعی است که دیگه اون از بین رفته، فکر نمی کنید که اون به اصطلاح اقدامی که شد، اون واقعا شرایطی که
دنیا رو متوجه وضع داخل ایران کرد از بین نرفته و هر آن ممکنه دوباره سر در بیاره و بتونه کمک بکنه به آزادی خواهان ایران؟ 100%. و یه اتفاق دیگری در اینجا افتاده که خیلی میتونه یاری رسانی این مبارزات آزادی خواهانه زنان و به طور کلی مبارزات برای به صورت حرکت در جهت دموکراسی و اون اینه که این ورشکستگی به اصطلاح مقاومت، ورشکستگی رژیم در این ماجرا، این زمینه ایجاد کرد که در داخل خود رژیم اختلافات زیادی ایجاد شده. اگر روزنامه های ایران رو در همین چند روز ما بخونیم و گوش بدیم به نکاتی که کسانی که در رژیم بودن مطرح میکنن که این دلیل این اتفاقی که در اونجا در سوریه افتاده چی بوده، بنابراین آمادگی این اختلاف در تشتت در درون این رژیم بعد از فوت خامنه ای بروز میکنه. تا او زنده است به دلایلی که برای او همیشه توی سپاه پاسداران دستگاه سرکوب رژیم نفوذ داشته و رهبران اینها رو کاملا او خودش منتصب کرده، تا او زنده است بسیار بعیده که در درون سپاه پاسداران و یا به طور کلی همه تأسیسات سرکوب و فاشisتی اونجا در درون خودشون اختلاف. ولی شخصیت ها و مبارزاتی که همین امروز ها دارن صحبت میکنن اینه که بله ما در اون موقع برای استفاده کردن و بهره مند شدن از تشتت درونی و اختلافات درونی این گروه هایی که امروز قدرت دارن اینه که ما یعنی مردم آزادی خواه ایران در داخل ایران در درجه اول و با یاری رسانی از طرف فعالیت های خارج از کشور بتونن در جهت یک ائتلاف سیاسی حرکت بکنن، بیان کثرت اندیشه و تحلیل رو بپذیرن، بگن که دموکراسی ماهیتا فقط در صورتی امکان پذیره که انسانها در درجه اول و خصوصا طبقات تحصیل کرده و فعال بتونن با هم کنار بیان، با هم کامپرومایز بکنن. کلمه کامپرومایز در انگلیسی کلید دموکراسی کلمه کامپرومایزه و با نهایت تأسف کلمه کامپرومایز در ایران سازش ترجمه کردن و سازش تبدیل به یه فحش شده، به یه پرخاشگری شده، در حالی که بازاریای ما یه اصطلاح خیلی جالبی دارن ازش استفاده میکنن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری خودت کوتاه بیای، حالا چه مواضع مادی یا فکری باشه. این کلید موفقیت به نظر من برای مبارزات آزادی خواهانه و دموکراتیک در ایران تعهد به کامپرومایزه و همکاری کردن و پذیرش و احترام گذاشتن به کثرت اندیشه و تحلیل و رسیدن به مواضعی که برای طرفین قابل قبول و قابل تحمله. تعامل با تساهل هم میشه دقیقاً نسبت داد. دکتر فرهنگ، فکر میکنید که خامنه ای بتونه برای خودش جایگزینی بگذاره بعد از اینکه رفت و پسرش رو اونجا به عنوان ولی فقیه مسلط بکنه به کشور؟ به هیچ وجه. تلاش میکنه ولی وضع ایران طوری شده که کنار رفتن درون خود سپاه پاسداران، در درون دستگاه های امنیتی شخصی ها و امنیتی ها و اطلاعاتی ها به طرف و به طور کلی جوانای فعال در ایران، یعنی این دو نسل زیر اون 70% مردم اون مملکت که امروز زیر 50 سالن، اینها تلاشی میکنن، ولی این تلاشی که در سراسر تاریخ ایران این تلاش ها همیشه که استبداد ادامه پیدا بکنه، موروثی بشه. همین اسد یکیش 53 سال پدر و پسر جنایات خودشون رو در اونجا ادامه دادن و فکر میکردن لابد حتما پسر بشار اسد در میخواست جانشین بسره. بله این مشکل فرهنگی در جامعه ما هست، ولی امروز ایران بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه و آفریقای شمالی آمادگی مبارزه با این خطر رو داره و نسل‌های جوان ایران با مبارزاتی که در این سالها کردن و با قربانی‌هایی که کردن و خصوصا زنان ایران که از زندان‌ها برای ما نامه می‌نویسن که چه باید کرد، به نظر من مبارزات اینها 100% جلوگیری میکنه از
تصوری که خامنه‌ای و شرکا برای ادامه فاشیسم مذهبی در ایران خانوادگیش بکنن، پدر و پسر یا هر آخوند دیگری. آخوند امروز یک چهره به اصطلاح فاشیستی در ایران مطرح شده. اگر بین روحانیون هم هستند کسانی که با خداشون، ولی صدای اونا را از گهگاهی یه حرفایی میزنن، چون مردم میتونن مذهب داشته باشن، باید به مذهب و اعتقادات مذهبی مردم احترام گذاشت، ولی مذهب به عنوان یه ایدئولوژی حاکم بر یک کشور بشه یعنی فاشیسم. دکتر فرهنگ، ببخشید من حرفتون رو قطع نکنم. خواهش می‌کنم. دکتر فرهنگ، اسلام جز معدود ادیانی هست که 100% سیاسیه. از اولم بوده، ولی به طور سیاسی بوده که منتها در اون زمان این همه کشورهایی هم که مذهبی نبودن به هر حال استبداد وجود داشته، ولی اون پدیده ای که ما بهش میگیم این ایده این که انسان ها برابرن، انسان ها از حقوق مساوی برخوردارن، این ایده در واقع بعد از جنگ بین‌الملل دوم وارد بحث و گفتگو و توجه مردم و دنیا توجه داشته باشه که زنان فرانسه برای اولین بار در سال 1945 حق رأی داشتن. زنان آمریکا برای اولین بار در 1920 بعد از 80 سال مبارزه. بنابراین این ایده های در گذشته همه جا استبداد بود و کلیسا هم 100% در تمام کشورهای اروپایی حاکم بود. حتی جاهایی هم کلیسا نبود استبداد قومی، استبداد نژادی وجود داشت. اینه که پدیده دموکراسی رو یه پدیده کاملا نوینیه، پدیده روشنگری که به اصطلاح استدلال و به اصطلاح احترام به بینش فرد، اینا بینش‌های جدیده که حتی در دنیای غرب، آمریکا موقعی که به اصطلاح برای اولین بار بر ضد استعمار بریتانیا انقلاب کرد، هنوز در اینجا بردگی وجود داشت و برای از بین بردن بردگی جنگی در این کشور انجام گرفت از 1960 تا 65 که 700,000 نفر کشته شدند. بنابراین ما نباید فکر بکنیم که این برای این روند تاریخیه. مبارزاتی که ما امروز داریم میکنیم بیش از هر زمان دیگری به نظر من داریم نزدیک میشیم به جامعه‌ای که کثرت اندیشه و تحلیل رو بپذیره و به اصطلاح تنوع بینش و تنوع فرهنگی و تنوع طرز زندگی کردن رو بهش احترام بگذاره. این در ایران داره جا میفته بیش از هر کشور دیگر اسلامی. چرا؟ دقیقاً به دلیلی که توضیح میدادم که اون دو مطلق اندیشی، یکی چپ و یکی راست، هر دو در اونجا مردن. دکتر فرهنگ، برای دومین بار نتانیاهو به خطاب به مردم ایران صحبت‌هایی رو مطرح کرد. نظرتون چیه راجع به صحبت‌هاش؟ به حرفایی که راجع به اگر به جز او هر کسی دیگه این حرفا رو میزد به طور مسلم مورد تایید همه بود، ولی وقتی یک فردی صحبت از آزادی و صحبت از برابری انسان ها به اصطلاح میکنه، این به طور اجتناب ناپذیر گره میخوره به رفتار و کردار خود اون فرد. اگه متفکرین اسرائیلی بریم، بهترین راهی این که در خود اسرائیل متفکرین آزادیخواه و دموکراتی هستند، تعهد به حقوق بشر که سخت مخالف و منتقد نتانیاهو به اصطلاح هستند. نتانیاهو طرفدار دموکراسی نیست، در واقع فقط میخواد کشورهایی باشن که برای اسرائیل خطری نباشن و این قابل فهمه. ولی اگه کسی فکر بکنه نتانیاهو طرفدار، نتانیاهو کسی که هرگز حاضر نشده با فلسطینی هایی که مشروعیت اسرائیل رو میپذیرند و علاقمند به همزیستی مسالمت آمیز با مردم اسرائیل هستند، منتها میخوان به حقوق انسانی و حقوق ملی خودشون هم احترام بدن، هرگز با اونها حاضر به گفتگو نشده. ولی حماس رو به این دلیل که او بین فلسطینی ها تفرقه میانداخت، بین فلسطینی ها اختلاف ایجاد میکرد و موجودیت اسرائیل رو زیر سوال میبرد، او کسی بود که نقش بسیار مهمی در کمک‌های اقتصادی و نظامی کشورهای عربی خصوصا قطر 1.5 بیلیون، یه سخنرانی خیلی جالبی در کنست مجلس اسرائیل کرد که یه عده‌ای از نیروهای مترقی در داخل کنست با او مخالف بودن که داره حمایت میکنه از کمک اقتصادی
قطر به حماس، او گفتش هر کسی که با ایجاد کشور مستقل فلسطین مخالفه باید به حماس کمک بکنه. این یه همچی آدم. بنابراین این آدم وقتی صحبت از آزادی در ایران میکنه کوچکترین اعتباری نداره. ولی وقتی ما به طرفداران حقوق بشر در اسرائیل، فعالین آزادیخواه بشر گوش میگه تا چه اندازه از مبارزات زنان ایران حمایت میکنن، اونها که مورد احترام ما هستن، اونها هستن که ما باید ازشون درس بگیریم. دکتر فرهنگ، خانم نرگس محمدی که برنده جایزه اسکار بوده الان دچار بیماری هست و در بدترین شرایط به سر میبره و رژیم سرکوبگر آخوندی حاضر نیست اجازه بده که او برای انجام معالجاتش تحت نظر قرار بگیره و بتونه از مداوای لازم برخوردار بشه. و واقعا تمام این جنبش هایی که در سراسر دنیا این روزها شاهدش هستیم که آخرین اون فروریزی رژیم بشار اسد بود، داستان چیه که واقعا برای مردم ایران، برای افرادی برجسته مثل نرگس محمدی و سایر زنان مبارزی که الان در زندان هستند هیچ فریادرسی نیست؟ ما باید در اینجاست که مسئولیت فعالین و متحدین به دموکراسی در خارج از کشور روشن میشه و اونه که اگر میلیون ها ایرانی که در اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا زندگی میکنن، اگر ما در یک روز معین و یا بگیم در یک همه بتونیم جلوی سفارتخانه های کشورهای دموکراتیک فعالیت بکنن و از این کشورها در برابر مثلا در همین مسئله خانم محمدی و به طور کل ظلمی که به زنان ایران در زندانها و خارج میشه، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر کارهای بسیار جالبی کردن. ولی برای اینکه تأثیر گذاری روی دولت‌ها بتونه نقش مؤثری برای کمک به این انسان‌های برجسته ایجاد بکنه، اینه که باید تظاهراتی در اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا در یک روز معین یا همانند انجام بگیره جلوی سفارتخانه‌های کشورهای دموکراتیک. این کار بهترین راه یاری رسانی به محمدی‌های ایرانه و متاسفانه ما این کار توانایی در اونجا وجود داره، ولی با نهایت تأسف یک تشکیلات معتبر بین‌المللی حامی حقوق بشر ایرانیان در تمام شهرها، در تمام کشورها گروه‌هایی هستند که فعالیت‌های حقوق بشری می‌کنند و از نظر فکری و تحلیلی بسیار بسیار برجسته و متحد هستند. ولی یک تشکیلات متحدی که بتونه حتی در سازمان ملل متحد به عنوان یک ناظری داشته باشه که اینها از جهت حقوقی امکان پذیره و به طور کلی بتونه اون اتحاد یا اون ائتلاف وجود داشته باشه که ما بگه در فلان روز در برابر تمام سفارتخانه‌های کشورهای دموکراتیک میخوایم تظاهراتی بذاریم که اینها رژیم فاشیستی ایران رو مجبور بکنن که این زندان‌های انسان‌های عزیز رو از زندان‌ها آزاد بکنن. پاسخی که ما میتونیم بدیم اینه و اگر دست به این کار بزنیم، یعنی یک انسجامی در عکس الاولمون به رفتار فاشیستی رژیم ولایت فقیه داشته باشیم، این میتونه حداقل در کمک کردن به کسایی که تحت ظلم و ستم هستن یاری رسان اونها باشه. دکتر فرهنگ، ما شاهد تجمع میلیونی هموطنانمون در برلین بودیم و خود اون انعکاسش در صحنه بین المللی حیرت انگیز بود. باید ادامه پیدا کنیم. ما میخوایم هفته یک روز یا هر 2 هفته یک روز و نه تنها در یک کشور بلکه در کشورهای مختلف همانند و همزمان اگه این میلیون ها ایرانی که در خارج از کشور هستیم و تردیدی نیست که از نظر تعهد و علاقه کمبودی وجود نداره، از نظر فهم و دانش کمبودی وجود نداره، ولی متاسفانه ما در کار جمعی، در کار مشترک محدودیت هایی داریم که اون هم اون بیماری هم به دلیل زندگی کردن و فرهنگ استبدادی میاد که قرنها و قرنها در خونه و محله و مدرسه و دولت و رژیم
استبداد وجود داشته. یعنی یک کار مشترک رو، کار سازمانی و تشکیلاتی و منظم کردن و بین ما، ولی باید یاد بگیریم و به نظر من این فعالیت هاست که میتونه به مبارزین داخل کشور کمک بکنه. همونطور که دیدیم در سوئد یک جنایتکاری که در کشتن اون بیش از نزدیک 5000 انسان رو کشتن، اون هنوز محاکمش کردن. یعنی این تعهد به کشورهایی هستند که آماده دفاع از حقوق بشر حتی علیرغم منافع اقتصادی کوتاه مدت خودشون باشن. دکتر فرهنگ، امروز پنجشنبه که پنجشنبه هست، دونالد ترامپ زنگ آغاز فعالیت بورس نیویورک رو، وال استریت رو به صدا در آورد و صحبت‌هایی که کرد با تمام صحبت‌هایی که قبلا ازش شنیده بودیم متفاوت بود. چیه نظرتون راجع به صحبت‌ها؟ من متاسفانه نشنیدم. بله. ایشون در مورد ایران اشاره کرد که تمام گزینه‌ها روی میز هست. بعد خلاف قبل که مرتب گفته بود که ما فقط میخوایم ایران رو بکشونیم پای میز مذاکره. این یک تغییر جهت خیلی اساسی به زعم بسیاری از تحلیلگران هست. بله. این موضعی که او گرفته دقیقاً موضع دولت آمریکا و موضع دولت اسرائیل و به نظر من تمام کشورهای اروپا و این نگرانی اساسی اینها در حال حاضر میدونن که نفوذ ایران و به اصطلاح این محور مقاومت مرد، ورشکسته شد، از بین رفت. ولی اون چیزی که نگرانشن و ما هم باید نگران باشیم اینه که به این دلیل که رژیم تمام به اصطلاح نیروهای بازدارنده خودش رو از دست داده، مثل حزب الله، مثل حماس، مثل سوریه، اینا رو از دست داده، خطر اینه که اینها به دنبال گسترش غنیسازی اورانیوم برن، از 60% به 90% برسونن و بتونن سلاح هسته‌ای بسازن که به نظر من اگر ولایت فقیه بخواد در اون جهت پیش بره، جنگ علیه ایران اجتناب ناپذیره. یعنی دنیا هرگز، اروپا و آمریکا، حتی روسیه و چین، توجه داشته باشیم که روسیه و چین به 6 قطعنامه در سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی رأی دادن که مربوط به مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران بود. امروز هم همینه. ترامپ باشه، هر کسی باشه، به نظر من فرقی نمیکنه. ترامپ 100% اگر ایران ممکنه که راجع به مسائل حقوق بشر، مسائل دیگه بی توجه باشه، ولی اگر ایران ولایت فقیه بخواد دارای سلاح هسته‌ای بشه که خطری برای تمام منطقه و به طور کلی منافع اقتصادی و امنیتی اروپاست، 100% جلوگیری میکنن ازش و تمام تأسیسات رو نابود میکنن با کمک آمریکا و اسرائیل. دکتر فرهنگ، این عقب نشینی که رژیم کرده و گفته اجازه میده به بازرسین آژانس بین المللی اتمی که هر موقع میخوان بیان و هر جایی که میخوان برن بازدید بکنن، این رو به چه صورت میبینید؟ اینو بارها این رو گفته. واقعیت امر اینه که هنوز علیرغم هر وقت که مورد خطر قرار میگیرن، یکی از راههایی که بتونن گفتگو رو تغییر بدن دقیقاً همینه که میخوام اجازه بدیم بازرسان آزادی بیشتر، در حالی که مثلا گفتن این بازرسان اگر فرانسوی باشن، اگر آمریکایی باشن، اگر انگلیسی باشن، حق ندارن بیان. یعنی که رژیم ولایت فقیه رو مثل بقیه سیستم های فاشیستی با رفتار و کردارشون باید مورد قضاوت قرار داد، نه با سخنرانی ها و شعارهای پوچکی میدن. اینه که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و اروپا و اسرائیل سخت به نظر من اطلاعاتشون راجع به برنامه هسته‌ای ایران وسیعه و اگر ایران بخواد در جهت توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، استفاده از گزینه نظامی برای نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب ناپذیره. دکتر فرهنگ، فرصت زیادی به وقتمون باقی نمونده. میخواستم در این مرحله سوال بکنم در مورد حوثی ها که الان
علیرغم تمام اقداماتی که شده، بمباران هایی که کردن، با انبارهای سلاح‌هایی رو که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌ها گذاشته، الان واقعا تجارت بین الملل رو مختل کردن اینا و موجب بالا رفتن بسیاری از هزینه‌ها و تورم شدید در سطح جهان شده. این رو به چه صورت می‌بینید؟ به احتمال زیاد شکست می‌خوره. ببین این که رژیم ایران یا این رژیم‌ها یا این گروه‌ها اینا بحران سازی می‌کنن. بحران سازی می‌کنن که بحران سازی بر ضد خودشون هم است. ولی این بحران سازی وقتی به جایی برسه که بخواد در نظر اقتصادی و امنیتی مشکلی برای صاحبان قدرت در منطقه ایجاد بکنه، تمام کشورهای عربی بر ضد اینا هستن، اسرائیل بر ضد اینا، کشورهای اروپا، اینه که هر بلایی که بخوان فقط با گذشت زمانه که خصوصا حالا که خیالشون از حماس و سوریه و حزب الله خیالشون راحت شد، برای اینکه این گروه ها کمکشون به اون عناصر گروه هایی که در اونجا فعالیت هستن نزدیک بودید. اینه که به نظر من اینها هم 100% میتونن قدرتشون بتونه کاملا مهار بشه. دکتر فرهنگ، در فرصت کمی که باقی مونده نظرتون رو میخواستم راجع به ولیعهد عربستان سعودی و کارهایی که میکنه و اقداماتی رو که داره انجام میده بپرسم. به تردیدی نیست که در مقایسه با پدرش، در مقایسه با کسان دیگری که جو حکومت بیارن، یه تمایلات مدرن در این آدم هست و این علاقه‌ای که اون چهره به اصطلاح عربستان سعودی که در دنیا وجود داشته که سنتی و ضد به اصطلاح آزادی‌های برابری و زن و این حرفاست، یه تغییراتی در اون جهت، مثلا همینجا چقدر خرج کرده که تونسته به اصطلاح ورلد کاپ رو بگیره که در سال 10 سال دیگه ولی در ضمن توجه داشته باشیم که عربستان سعودی یک کشور سنتیه به طور کلی، ولی از وقتی که این اومده در رابطه با آزادی زنان و در رابطه با مثلا پخش موزیک و یا کنسرت گذاشتن، به طور کلی اقدامات فرهنگی و هنری در عربستان سعودی تغییرات قابل توجه و امیدوار کننده ایجاد شده، ولی این هنوز از نظر سیاسی کوچکترین ارزشی نداره. یعنی در اونجا چیزی به اسم آزادی سیاسی یا انتخابات وجود نداره، اونجا همه قبیله‌ای و ارثیه. ولی از این که مردمی که امروز از نظر مادی وضعشون خیلی خوب شده، خیلی از جوانای عربستان سعودی دانشگاه میرن، زنان و مردان، تو به اینجاها که میرسه از جهت آزادی های فرهنگی، هنری، اجتماعی، به نظر من از این پسر که اومده تغییراتی داده که مورد توجه و رضایت جوانهای عربستان سعودی قرار گرفت. این تا کجا بتونه پیش بره و وقتی بخواد تبدیل به مبارزات سیاسی بشه عکس العمل او چیه، اینا رو نمیدونیم. ولی تا حالا به طور کلی جنبه های مثبت این برای مردم خصوصا جوانهای عربستان سعودی قابل توجه و تقدیر بود. دکتر فرهنگ، خیلی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. مثل همیشه از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم و در پایان از رضا کیهان که مثل همیشه کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.